همدیاران عزیز سلام علیکم. روزی عید و همه شما مبارک. 9 سپتامبر قرار دارند در گرم چشمه ولایت کوهستان بدخشان ناحیه ایشکوشیم در گرم چشمه. این چشمه هایی که میبینید از زیر همین سنگ خورو یک سنگ نمکدار یک سنگ آهک باشد جوش داده برآمده ایستاده است. ببینید انا حرارتش گرم است. من این طبیعت زیبا و منظری گرمابه ناحیه ایشکوشیم. این از اینجا جوش داده میبروید و باز از بالا من اوی پیشش پنجره کرده هستند که از اونجا فرامده آمده ایستاده است. از اینجا میفروید و از اینجا که برآمد میرود دو جویه میشود، یک جوی این طرف یک جوی این طرف. جوی این طرف میرود همین خیلی بسین و حوضای الهیده محکم کردگی. اینش میرود حوضی کشود و آدم ها داخل این آب بازی میکنن. انا بینید انا این است گرمابه ناحیه ایشکوشیم ولایت مختار کوهستان. سلام علیکم. انگور و بوق و پتیچوی من شناخته رحمت. سلامت باشید. انا همدیران عزیز جمع پتیچوکا بودن شناختن از اونجا سلام علیک کردن. در اینجا تلفن نقض میگیرد. اون انتنا ها مانده شدگی است. زنده بود پتیچوکای انگور و بوق. انا همدیران عزیز کدامتان خواهید بیایید نکی راه جزیر. یک شبانه روز قریب آمدیم 14-15 ساعت راه که تعمیر است. راه بزیبا است. خدا خواهد بعد از 3 سال راه ها با مانند آینه می شوند چون که کار رفته ایستاده است. تعمیرها رفته ایستادند. از نوسازی راه رفته ایستاده است. انا همدیران عزیز این معجزه الله تعالی را ببینید. خدای تعالی این معجزه را آفریده است. از اینجا آب از این دست کنم. بسوزد دست بودم در حقیقت میسوزد. حرارتش بلند است، گرم است. انا همدیران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. نوارها را از ولایت مختار بدخشان کوهی تماشا کنید. من خیلی جایهای منظره های بین و حد خوشروی و زیبا رو یافته به شما نشان میدم. این همینجا بریخته است ولی سمتش رو دیگر کردن. سمتش رو به سوی ضروری بردن. من این جوی بر رفته ایستاده است. من ببینید ما داخل حوض ها یعنی بسین ها اینجا یک جوی جدا میشد، اونجا دویم جدا میشد، اونجا سوم جوی میرد. من این یک تا حوض رفته ایستاده است. داخلش از اینجا داخل حوض 2 حوض. من یک حوض است، 2 حوض است، اونجا 3 حوض 4 حوض همجا هست. من داخل حوض رفته ایستاده است. آبهای جوش، آبهای گرم تفسان. در پناه خدا باشید.